حوصله‌مون سر رفت. من جرئت ندارم به این گردونه دست بزنم و بگه بازی بعدی انتخاب شد. آره من نگرانم یهو بیفتیم توی یه تونل دیگه. وای تونل، وای اسم تونل رو نیار، موهای سرم سیخ سیخی شد. نگاه. زاب بوم بوم، شما اینجا چی کار میکنید؟ ببخشید شما کی باشید؟ من نویسنده هستم دیگه. از کجا ما رو میشناسید؟ خب شما توی بازی من درست شدید. یعنی چی درست شدیم اون وقت؟ یعنی من شما رو کشیدم تا به بچه ها بازی بگم، اما یهویی شما راه افتادین و رفتین از توی بازی بیرون. یعنی ما رو از روز اول میشناختی؟ بله میشناختم، حتی براتون بازی جدید گذاشتم که با بچه ها انجام بدید. خب به هر حال شما همکارای منید. همکار؟ آره همکار منید، با هم برای بچه ها بازی اجرا میکنیم و شما باهاشون بازی میکنید. من دیگه دارم قاطی پاتی میکنم. چرا؟ چون من این همه اذیت شدم که رنگی بشم. چرا از همون اول ما رو رنگی نکشیدی؟ آخه من میخواستم شما ساده باشید. میدونید بچه زیادی هستن که شماها رو دوست دارن، حتی نقاشی شما رو میکشن و برای من ارسال میکنن. فکر کردم که اگه شما رنگی باشید احتمالا کشیدنش برای بچه ها سخته، بخاطر همین شما رو با خط ساده کشیدم. صبر کن. گفتی بچه ها ما رو دوست دارن. کدوم بچه ها؟ همینایی که الان دارن ما رو نگاه میکنن؟ ببینم مگه تو بچه ها رو میبینی؟ آره، حتی باشون صحبت هم میکنه. عجیبه، چطور همچین چیزی ممکنه؟ حالا که شما بچه ها و من میتونیم همدیگر رو ببینیم، به من بگید منو بیشتر دوست دارید یا زاپی رو؟ اینجا برام بنویسید. منتظرم و جواب همه کسایی که پیام بذارنم خودم میدم. بله. داری با کی صحبت میکنی؟ من هیچی. میگم حالا که تو ما رو درست کردی نباید یه چیزی بیاری ما بخوریم؟ بله مهمونیم ما، مثلا ها یه کیکی، چایی، شربتی، آناناسی بیار دیگه. باشه. خب بچه ها، حالا که فهمیدم چرا اینجا هستم خیلی خوشحال ترم. شما هم اگه خوشحالید که ما اینجاییم به همون بگید. حتما فیلمامون رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنید تا بازم با یه بازی و یه قصه دیگه بیایم پیشتون. یادتون نره بگید منو بیشتر دوست دارید یا منو.